سلام علیکم. میخواستم حتی بگم که اگه نصیحت هم باشه، اگه حرف راستم باشه، میتونه توش مقداری پوفیوزی قاطی شه و آدم اون نصیحت رو اصلا نمیپذیره. یک نمونای بارزش و سادهش رو بریم ببینیم. پسره رفته با 1001 نفر خوابیده، 1001 مزه رو چشیده. بعد که میخواد ازدواج کنه میگه یه دختر پاک و نجیب میخوام. پدر سگ راست میگی دیگه. برای چی رفتی با آزاد پسر خوابیده؟ اصلا خاک دیسر گوی میریش. برای چی رفتی این کاری؟ برای چی دنبال دختر پاک و نجابت میگردی؟ بیا همینو بگیر بره دیگه. پاکین نجابت. برای چی با 1000 نفر خوابیدی؟ میترسی از تاریکیاره؟ اصلا اونجوری نمیشه. به سوز پدر تجربه که میگن همینه. خواهر گرامیمون یعنی باید پدر تجربهش بسوزه. ببین چند تا کیس خودش اینجوری پیشنهاد داشته که اینجوری الان داره پسر مردم رو نصیحت میکنه و فوش پدر میده. این هم یه نوع پوفیوز بازیه.